خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که پرزیدنت امامعلی رحمان روز 9 فوریه سال 2024 کادرهای را که از حساب جوانان کردان و لیاقتمند در وظیفه‌های سرداران ریاست‌های کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تعیین گردیدند برای صحبت به حضور پذیرفته جهت تکمیل سطح زباندانی، اجرای صادقانه وظیفه‌های خدمتی، تامین امنیت و ثبات و ولایت قانون در مملکت دستور و سپارش‌های مشخص داد. تفصیلات دیگر این ملاقات نام نفران به مقام‌های سرداران ریاست‌های کمیته امنیت ملی تعیین گردیده نشر نشده است. خدمات مطبوعات پرزیدنت از رفت ملاقات یگان عکس هم نشر نکرد. منابع آگاه رسانه‌ای نکردن معلومات مربوط به کارمندان فعال کمیته امنیتی را به ویژگی‌های کار این اداره ربط می‌دهند، اما به گفته این منابع تغییرات کادری در داخل کمیته امنیت ملی نیز مثل تغییرات کادری چندین روز پیش در مقام‌های رهبری وزارت کارهای داخله صورت گرفت و اگر در وزارت کارهای داخله افراد نزدیک به وزیر کنونی کارهای داخلی جنرال رمضان رحیم‌زاده از جمله دامادش جنرال شادی حفیظ‌زاده سردار مکنون سابق اوباب برکنار شده باشد، در کمیته امنیت مقام‌های بلندپایه نزدیک به رئیس کنونی کمیته امنیت ملی جنرال سیمومین یتیموف عوض کرده شدند. چند روز پیش خبر آمده بود که جنرال نصرت الله میرزازاده هم از مقام معاون رئیس کمیته امنیت ملی آزاد و سردار ریاست امنیت ملی ولایت ختلان تعیین شده است. قرار معلوم پرزیدنت امامعلی رحمان روز 19 ینور رهبران قریب همه نیروهای امنیتی و انتظامی ولایت ختلان را از منصب‌هایش برکنار کرد. روز 9 فوریه امامعلی رحمان همچنین با امضای قرارهای حکومت الهام جان عطایف را از مقام معاون سردار خدمات علاقه و جلال الدین پیریف را از وظیفه معاون اول رئیس کمیته دین، تنظیم، عنعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرد. الهام جان عطایف در نشست خبری خدمات علاقه با خبرنگاران به جای سردار خدمات بیگ صبور صحبت میکرد. هم پیری و هم عطایف به سبب به کار دیگر گذاشتن برکنار شدند، ولی درباره به کدام کار دیگر گذاشتن آنها معلومات نشر نشده است. امامعلی رحمان روز 9 فوریه همچنین پرویز محمدزاده را از مقام معاون سردار مرکز تحقیقات استراتژی و دلشاد ابراهیم زاده را از مقام معاون رئیس کمیسیون عالی ادیساسونی برکنار و مومن شریف زاده را به جای ابراهیم زاده تعیین کرد. مومن شریف زاده تا چند روز پیش رکتور دانشگاه تجارت، حقوق و سیاست در خوجند بود.